باباجان شرایط خانه پدر و مادرم بد است ولی از خانه شوهرم خوب است. هر چیزی که میخورم آنها پیش نظر میآیند. من به اجازت از خانه شوهرم با آنها یگان چیز روان کنم گناهگار میشم؟ هیچ وقت این کار نکنیم. هرگاهی که اگر دست شوهرت میرسه، اگر تو زن خوب باشی، هم مردک تبو که مردک همین پدر و مادر ما بسیار فقیرم، بسیار کمبغلم، امکان باشه ما یگان قبچک آرد یاردم که یگان کلاک روغن یاردم شون با اجازت مردکت یا با دلالت مردک در همین راه همین کار بکن. از پیش خود پنهانی یعنی دزدیده پدر و مادر تا چیزی نتی. اگر چی تو در اینجا گناهگار میشه، اگر همون چیزایی که برده میتی همچو خیر در نامه اعمال مردک نویسانده میشود، اگر چی وای درک هم نداره، لیکن این کارها آینده نداره. اخیر این چیز فاش میشود، بعد ممکنه سبب ویرانی زندگی شود. برای بهترش اینه که مردک شما خودتان دلالت کنین، زنی خوب باشین، همون مردک خاطر شما با پدر و مادرت هم نگاه میکنن. کلمه هست که در ما میگویند محمد دانایی نکن، یا خر را بردن مکه آوردن همون خر است. آیا گفتن اینها ما را گناهگار میکند یا نه؟ در بین تاجیک ما هم همین محمد دانایی نکن، اسماعیل دوان نکن، همین گپ ها برادرای عزیز ریشش میگه از یهودی ها هست. یعنی وقتی میگه اونا که نفرتی بر محمد داشتن صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی یگان فرزندشون اگر یگان در برابر پدرهاشون یگان راهنمایی میکردن یا پدرشون مقصد یگان مصلحت میدادن، در را میگفتن ای همون محمد دانایی نکن، یعنی همون رنگ محمد وارد دانایی نکن. مقصد اونها میگه پیامبر بود، لیکن این مردم ما مقصدش پیغمبر نیست. اینها نمیدانند که همین سخن چی معنی داره. یا اسماعیل دوان میگن، چرا که حضرت گویا که طعنه میزنن که خداوند ابراهیم امر کرد که در گردن فرزندت مقصد کار ده بدوان. میگه گویا که ابراهیم پشتی کار ده گذاشته، دمی کار ده نگذاشته. همین را که اسماعیل دوان میگن. اگر مقصد همین باشه آدم گناهگار میشه، زیرا که او کار ده الله امر کرد که نبر. برای همین مردم ما نمیدونن اسماعیل دوان چیه، نمیدونن محمد داناییش چیه. برای همین حاضر که شما این آگاهی پیدا کردین، من بعد این سخنها را نگین بهتر است. لیکن این مسئله که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد، این گپ برادرای عزیز معنا دارد. بسیاری حاجی های هستند که میآیند برادر عزیز، از اینا در آدمی بی‌معنی، از اینا در آدمی دروغگو، از اینها در آدمی حسدخور، از اینها در آدمی غیبتگر دیگر نیست. رفت از حج کرده است، لیکن همیشه دروغ میگه. حج کرده است، لیکن همیشه دست به کار حرام داره. برای همین میگن این مثال همونا هست که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. برای همین اشاره به سوی حاجیایی هستند که به قدر حج کردگیشان نرسیدن. بابا جان زنی که شوهر ندارد، 3 فرزند دارد، در خانه پدر و مادر زندگی میکند، برای خرید خانه مبلغ جمع میکند، آیا این مبلغ زکات دارد یا نه؟ امروز برادران و خواهرای عزیز، کسی 25,000 سامانی دارد، نابسته وای زن دارد ندارد، شو دارد ندارد، وای مقصد صغیرای یتیم دارد یا وای خانه ندارد، اینها را مقصد
сарфи назарай, яъне 25,000 сомонии пасандоз бошад, бояд аз ҳамон мо 2.5% бояд закот диҳем. яъне ҳисоби ки $1000 $25 бидем. ё ин ки агар ба шарти ҳар як мард ё зане ки агар 85 грамм тилло дошта бошад, бояд 2.5 грамм тиллои ҳамора ба пули мақсад бозор мегардонем, чанд сум мешавад, одамои мустаҳиқу бечораву нодора баъд закот медиҳем.